حجاب فرض است و یک فریضه است که شامل زنان هست، به مردا شامل نیست. و عورت یک فریضه است که هم به مردها و هم به زنها، به هر دو طبقه شامل است. عورت به این معنی اگر در یک عضو چهارم حصی یک عضو لوت شد نماز نمیشه. این عورت شریکی است بین مرد و زن و حجاب مستقل برای زنان هست. این فرض است به احکام اسلام. دی آبروی زن محفوظ میشه، زن قیمتی میشه، زن به قیمتی میشه، با آبرو میشه، با عزت میباشه. زنانی که در زیر چادری باشن اما لوپرا و لوچکام بسیار محتاط هستند، او که میگه با ستر و با حجاب هستند. چه که زنانی روی لوچ باشن و لوپر باشن، این لوپرا و لوچکام با سر زمو جمع میشن. از یک زن اگر سرش مویایش به اندازه چهارم حصیش لوچ بود نمازش نمیشه، گرچه کس نبینه. این فتنه کلش از زمین روی جور میشه. این حجاب که آمده به خاطر جلوگیری از زمین فتنه و فساد. حجاب برای زنان فرض هست. حجاب این باید داشته باشیم که یکی حجاب هست، یکی ستر عورت هست. بعضی دوستا دایی اشتباه واقع شدن که در فقه حنفی ما می آیا که در نماز روی زن، دست زن، پای زن عورت نیست. اگر در نماز لوچ بود نمازش میشه. این خود صحیح هست. بعض امی دست و پای و روی خود میگه در بیرونم لوچ باشه مشکل نداره، چرا که در فقه حنفی گفته شده که عورت نیست. این را باید داشته باشیم که این فرق اول بدانیم. یکی حجاب هست، دگم عورت هست. در بین این دو فرق است. فرق حجاب یک چیز جداگانه هست و عورت یک چیز جداگانه هست. ستر عورت یک فریضه مشترک در بین زن و مرد هست و حجاب یک فریضه مستقل بر زن هست. عورت به مرد هم هست، بر زن هم هست، فقط در حدودش اختلاف هست که از مرد از زیر ناف، از ناف گرفته تا به زیر، تا به زانوها، از ناف تا به زانوها این عورت است. و زنان کل جانش عورت است جز از روی و دست و پای. عورت به این معنی اگر در یک عضو چهارم حصی یک عضو لوت شد نماز نمیشه. عورت به این معنی است اگر از عورت ما از یک اندام چهارم حصیش معلوم شد لوچ بود نماز نمیشه. به طور نمونه سر یک عضو است، سینه یک عضو است. صحیح؟ از یک زن اگر سرش مویایش به اندازه چهارم حصیش لوچ بود نمازش نمیشه، گرچه کس نبینه، هیچ کس هم نمیبینه. مثل که چادرای جالی است که موی در زیرش معلوم میشه، فقها میگن نماز نمیشه، چرا که مویا عورت است از زن. اگر این لوچ بود نمازش نمیشه، گرچه کس نمیبینه. این عورت به این معنی است که اگر در نماز روی زن، دست زن، پای زن لوچ بود نمازش مشکل نداره، رویش، دستش، پایش عورت نیست. ایتونی که در حجاب داخل نیست. اشتباه بعضی دوستا اشتباه میکنن که مگه این هیچ ستر نیست. نه، این در عورت داخل نیست، در حجاب هست. حجاب اگر فلسفه حجاب را ما متوجه شویم در دین اسلام که حجاب چی را گفته میشه و بخاطر چی آمده، حکمت در حجاب چی هست، تاکه از فتنه، از بی‌حیایی ها و به طرف فحشا مردم مسلمانان نرن. از این خاطر حجاب آمد. و فتنه که جور میشه، این فتنه در این فتنه که یک مسلمان میفته، راست بگوین از کدام جا میفته؟ از این روی شروع میشه. از این روی شروع میشه که باز فتنه میفته. یکی خوشی یکی دیگه میآین، چشم با چشم میشه و سیومشم شیطان در بامین به یکی دیگه شیرین کرده برا.
ای فتنه کلش از همین روی جور میشه. ای حجاب که آمده به خاطر جلوگیری از همین فتنه و فساد، به خاطر از همین حجاب آمده. الله در قرآن به صراحت میگه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن و اذا سألتم فاسألوهن من وراء حجاب. زمانی که از وقت چیزی میخواین از پشت پرده بخواین. حجاب چرا میگن؟ پرده. حجاب گفته میشه پرده. یعنی پرده از چی؟ روی باید پرده باشه، در سطر باشه، در حجاب باشه، تاکه هدف بزرگ از حجاب او چی هست که از فتنه و از فساد افتیدن در فحشا از این نجات پیدا کنه، تاکه هدف و مقصد به دست بیاید که روی لوچ باشه و بگویم که ولی حجاب هم یک فریضه اسلام از قبول داره و کل فتنه از همین روی جور میشه، بس او چی حکم اسلام عمل نکرده. بس حجاب فرض است. حجاب فرض است و یک فریضه است که شامل زنان هست، به مردا شامل نیست. و عورت یک فریضه است که هم به مردا و هم به زنا، به هر دو طبقه شامل است. دو فریضه. یک عورت شریکی است بین مرد و زن و حجاب مستقل بر زنان هست. این فرض است به احکام اسلام. دی آبروی زن محفوظ میشه. زن قیمتی میشه، زن به قیمتی میشه، با آبرو میشه، با عزت می باشه. زنانی که در زیر چادری باشن امو لوپرا و لوچکام بسیار محتاط هستند، او که میگه با ستر و با حجاب هستند. چه که زنانی روی لوچ باشن و لوپر باشن، این لوپرا و لوچکام با سر زمو جمع میشن. اگر دیده باشید این واتساپ و دی فیسبوک یگان عکس آوردن، سیب است یا کیلاس یا یگان میوه دیگه، یک تاش پوست کردگی یا چکلیت آوردن، یکیش پوست کردگی و دیگهش پوست داره. سری پوست کردگی بسیار مکسا جمع می باشه. دیدین؟ مکسا جمع. یکی در پوش است و محفوظ است. حجاب یک آله حفاظت یزی زنان است. آبروی زنان هست، حیثیت زنان دی حفظ است. پس بناءً کس باید دلتنگ نشوه. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. وقرن بزنان رسول الله صلی الله علیه وسلم، امهات المؤمنین، مادران ما، همسرای پیامبر ما علیه السلام، با الله بر ازوا گفته بود که وقرن فی بیوت، در خانه هایتان باشین. زنان یزو زمان چی حکم بود؟ در خانه هایتان باشین. زنان یزی زمان بیرون بگردن، در اسکریم خانه و در مارکت و در پارک بگردن. ایگا پانیست. در سطر و در حجاب، در سطر و در حجاب باشن. درست است؟ در سطر و در حجاب و سطر و حجاب یه جمله فرائض اسلام هست.